سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. باز هم اومدیم با یه ویدیو اکلیسورنجی دیگه. حالا اومدم توی این ویدیو بهتون بگم که برای یک اکلیسورنج کوچیک چه نکاتی باید در نظر بگیریم. برای اکلیسورنج کوچیک ما معمولا باید 7-8 تا دونه سنگ داشته باشیم، اما خب من حالا یه ذره بزرگترش کردم و حدود 12 تا دونه سنگ انداختم. سنگارم باید حدوداً سنگای گردی باشه، نوک تیز نباشه. الان اینا بعضی هاش نوک تیزه ولی نه به اون صورت، ولی سعی کنید برید سنگای گرد و دیگه متوسط پیدا بکنید، نه خیلی ریز نه خیلی بزرگ. حالا برای موادم چقدر میخواد؟ الان مثلا من برای این حجم اینقدر مواد میریزم، اینقدر مواد الان بسه. حالا میتونیم یه سرقاشق دیگه هم بهش اضافه بکنیم، حالا خوبه. این الان میتونه یک اکلیسورنج کوچیکی باشه ولی در عین حال با یه صدای خیلی خفن. حالا من برم بپیچمش، بازم بریم برای تستش. برای پیچیده میشن فقط کافیه که این یه ذره سرش میمانیم و این یه ذره این چون که این سنگ رو با این پودرا قشنگ قاطی بشه. یه ذره جاهاش رو درست میکنیم که به صورت گرد در بیاد. پس این سرش رو قشنگ گردش میکنیم. بعد چسبم میاری، چسبم باید حواستون باشه در این حال باید محکم چسب رو بپیچونید، در این حال هم مواظب باشید خیلی هم محکم نباشه، زیاد تأثیری نداره. هرچی محکمتر و سفتر باشه 100% خیلی بهتره، ولی اینکه یه ذره هم حالا شل باشه زیاد چیز نمیشه، محکم بزنید میترید. باید مواظبت کنید از خودتون. یه خوبه، من چسبش زیاد زدم. این شده یه اکلیسورنج خیلی کوچیک ولی در این حال صدای خیلی خوبی داره. شما میتونید حالا خیلی محکم تر از این بپیچید، ولی خب دیگه خیلی محکم تر از این یه ذره ممکنه خطرناک باشه، ولی در همین حد خوبه. حالا بریم سراغ تستش. لایک و ساب فراموش نشه. دمتون گرم.